فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. در رابطه با امامت نابالغ، که آیا امامت نابالغ در نماز جایز یا نه؟ به صورت کلی این صبیی که ممیز هست، یعنی قابل تشخیص هست، اون از نظر شرعی و مکلف به احکام اسلام هست و به اصطلاح تصرفاتش جاری می شوند در دین مبین اسلام و مؤاخذه می شود بر کارهایی که انجام داده. در نمازهای فرضی که هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره در این که باید، یعنی در نمازهای نفلی که درست است، نفل هم از انسان نابالغ جایز هست و هم از غیر نابالغ هیچ اشکالی وجود نداره. منتها در مورد نمازهای فرض در بعضی از مذاهب مانند مذهب احناف یک حساسیت‌های بیشتری رو در اینجا اعمال کردن. اونم به خاطر مسئله اقتدا هست و هماهنگ بودن به اصطلاح اون نمازی که میخونن، زیرا که معتقد هستند که بر بچه اصلا نمازی فرض نیست. پس بنابراین وقتی که بچه نماز میخوند و این نمازش نماز فرض نیست و ما داریم نماز فرض رو میخونیم و نماز فرض رو پشت سر کسی که نماز نفل میخونه، اقتدا از دیدگاه مذهب حنفی به اصطلاح جایز نیست و درست نیست. به هر صورت احتیاط در این زمینه بهتر است. اگر انسانی هست که عاقل و بالغ هست، اونو پیشنهاد بکنند که به خاطر خروج از این دایره خلاف باشه، بهتر است و اولاتره.